با سلام، امیر هستم. اولین آموزش HTML از چنل ریهب و امروز هم در مورد HTML صحبت کنم که چیه. HTML یه زبون نشونه گذاری برای ساختن وبسایت. خب HTML ساختمون سایتمونه، با اون نشون دادیم، با اون نشون میدیم. داخل براوزر المنت های HTML یعنی همین تگ هامون رو نشون داد، براوزر نشون میده و اینم یه سند ساده HTMLیه که اینجا هم داریم. خب داک تایپ HTML یعنی چی؟ یعنی این سند HTML5 HTML5 آخرین ورژن HTML، یعنی اینکه هر کاری خاصی میتونید داخلش انجام بدین. خب بعدش همه کدهای HTML مون داخل تگ HTML قرار میگیره. تگ هد تگیه که متا دیتا هامون رو داخلش میذاریم، مثلا کلید واژه هامون و اینجور چیزا. تگ تایتل اسم سایتمونه و داخل تگ بادی سایت نشون داده میشه. الان یه تگ H1 من میذارم. سیوش میکنیم اینجا و اینجا داره نشون میده. خب ما الان خب HTML رو داخل براوزر نشون دادیم و این تگ H1 تگ هدینگ، یعنی بزرگترین هدینگمونه. تا H6 داریم که کوچیک‌تر میشه و تگ‌های HTML اینجوری که اینجوری باز میشه و با یه اسلش بسته میشه و شما سندهای HTML رو خیلی راحت تو همه جا میتونید باز کنید ببینید، کار خاصی هم نداره. و برای همین برای امروز بسته. تو قسمت‌های و تگ‌های بیشتر و ویژگی‌های بیشتر HTML رو توضیح میدم. با تشکر که دیدید.